طوری هم که انتظار می رفت پرزیدنت کنونی روسیه ولادیمیر پوتین در انتخابات پرزیدنتی روسیه با کسب بیش از 80% آوازها غالب آمد و اینک بار پنجم پرزیدنت از لحاظ مساحتش بزرگترین کشور دنیا انتخاب شد. سال 2018 پوتین با کسب نزدیک 77% آوازها غالب انتخابات اعلان شده بود. کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه خبر داد که بر اساس شمارش 99.52% آوازها پوتین 87.33%، وکیل 75 ساله دومای دولتی از حزب کمونیستی روسیه نیکولای خاریتونوف 4.3% آواز، ولادیسلاو داونکوف نامزد حزب آدمان نو یا نوی لودی 3.81%، و لئونید سلوتسکی که بعد مرگ ژیرینوفسکی رهبر حزب ملتگرای LDP انتخاب شد همگی 3.20% آواز گرفتند. هر سه رقیب پوتین هنوز تا اعلان نتیجه های نهایی پیروزی پوتین را در انتخاباتی که 3 روز از 15 تا 17 مارس سال 2024 دوام کرد اعتراف کردند. اما به باور ناظران امور این سه نامزد در مقابل پوتین اجازه داده شده در این معرکه نقش صرف نامزدهای نمایشی را بازی میکردند که تا به انتخابات پرزیدنتی روسیه حداقل به ظاهر الترناتیوی نمایش بدهند. نامزدهای مخالف رژیم پوتین به انتخابات را داده نشدند. بنا به حساب مقامات میزان اشتراک رای دهندگان در انتخابات پرزیدنتی روسیه از 74% گذشت که این هم نتیجه اعظم بلند در تاریخ انتخابات های پرزیدنتی روسیه به شمار می رود. سال 2018 در آوازدهی 67% رای دهندگان اشتراک داشتند، ولی آن وقت آوازدهی مگه یک روز دوام کرده بود. مقامات روسیه در سرزمین های اشغال شده اوکراین نیز آوازدهی برپا کردند که در غرب این را پایمال کردن استقلال اوکراین می شمارند. به ادعای مقامات روسیه در ولایت دنسک، لوگانسک و زاپاروژه پوتین بیش از 90%، در ولایت خرسون بیش از 88% آواز گرفته است. تفتیش تصدیق این ادعا توسط منابع دیگر امکان ندارد. پوتین بعد نیمه شب به ستاد انتخاباتیش آمد و طول 1 ساعت نشست خبری داد. پوتین نه فقط درباره پیروزیش در انتخابات بلکه پیرامون مسائل دیگر نیز حرف زد و از جمله بار اول نام مخالف سرسخت اخیراً در محبس به طور مرموز ففتیدش الکسی نوالنی را به زبان گرفت و گفت که گویا چند قبل از مرگ نوالنی مخالف معامله او با غرب جهت عوض کردن او نبود. پوتین در مورد تشکیل آوازدهی در ولایت‌های اشغال شده اوکراین گفت این علامت آن است که روسیه کار درست کرده ایستاده است. ژورنالیستان خارجی از پوتین درباره احتمال مناقشه مستقیم روسیه با پیمان حربی ناتو در صورت به جنگ اوکراین همراه شدن این پیمان نیز پرسید. این یک قدم تا جنگ سوم جهانی خواهد بود. فکر نکنم که کسی به این منفعت دار باشد، پاسخ داد پوتین. پوتین امسال به سن 72 میرسد. او از سال 2000 اینک 24 سال باز رهبری روسیه را در دست دارد و با پیروزی این انتخابات زمان ریاستش را تا سال 2003 که آن وقت به سن 78 خواهد رسید تمدید میکند. کشورهای غرب و مخالفین پوتین او را به بنیاد یک رژیم خودکامه نزدیک به دیکتاتور از صحنه رفتن و حتی جسماً از بین بردن مخالفین سیاسیش و با جنگ ضد اوکراین در انزوای بین المللی و تحت تحریمات سنگین بین المللی برای اقتصادش خراب‌آور قرار دادن روسیه عیب‌دار میکنند. تا حال از رهبران کشورهای دنیا تنها چند رهبر رو به روسیه از جمله رهبران کوبا، ونزوئلا، هندوراس، نیکاراگوآ، کره شمالی، خیتای، همچنین رهبران چندین کشورهای پس‌الشوروی از جمله پرزیدنت‌های ازبکستان و تاجیکستان شفقت میرزایی و امامعلی رحمان پوتین را با پیروزی تبریک کردند. امامعلی رحمان در برخیه تبریکش پیروزی پوتین را بحث ناپذیر نامید. نتیجه های آوازدهی دایر گردیده را باز یک دلیل واضح تصدیق ابرو و اعتبار بلند سیاسی و از جانب جامعه روسیه به طور وسیع جانبداری یافتن سیاست دولتی پوتین نامیده است.